عشق، رابطه و صمیمیت از ساده ترین و در عین حال پیچیده ترین بخش‌های زندگی ما هستند. تو دنیایی که پر از گزینه‌ها، فرصت‌ها و سردرگمی‌های دائمیه، پیدا کردن یک رابطه سالم و ماندگار دیگه فقط به شانس و تصادف بستگی نداره. انتخاب شریک زندگی به یکی از سخت‌ترین تصمیم‌های عمرمون تبدیل شده. بیشتر از همیشه در معرض مقایسه، استانداردهای غیر واقعی و فشارهای بیرونی هستیم. از طرف دیگه ذهن خودمون هم همیشه بهترین مشاور ما نیست و خیلی وقتا باعث میشه تو چرخه‌ای از تردید، کمالگرایی و ترس گیر کنیم. به همین خاطر لازم نگاه دقیق تری به خودمون، ذهنیتمون و تصمیم‌هایی که میگیریم داشته باشیم. چون خیلی وقتها مشکل کمبود گزینه‌ها نیست، بلکه مدل انتخاب کردن ماست. تو این پادکست خلاصه کتاب دیگه ای رو داریم. یکم طولانی تر از بقیه پادکستامونه. کتاب چطور تنها نمونی، نوشته لوگان هیوری. یه جورایی کتاب علمیه که بهت کمک میکنه عشق رو پیدا کنی. این کتاب یه راهنمای احساسی و شاعرانه نیست، یه علم رفتاریه که میخواد همه ضعف‌های فکری توی زندگی عشقیت رو نشون بده. رمانتیک نیست، خشنه، صادقه و یه جورایی مفیده. یکی از اون کتاباییه که عشق رو مثل جادو نمیبینه، مثل یک معماری میبینه. یعنی انتخاب بعد از انتخاب، آجر به آجر. و میگه بیشتر انسان‌ها هنوز دارن با شن خیس و رویاهای خیس آیندهشون رو مینویسن. پس بریم سراغ چطور تنها نمونی. سعی میکنم تیتروار مطالبش رو بیان کنم چون یه مقدار ممکنه طولانی باشه. اولین تیتر رو داریم. دوستیابی خراب شده و تو داری دگرگونی عجیبی رو تجربه میکنی. میگه دوستیابی سخت‌تر نشده چون آدم‌ها بدتر شده باشن، بلکه سخت‌تر شده چون تو فکر میکنی داری پیشرفت میکنی، اما در واقع داری تبدیل میشی به یک نسخه مضطربتر، بی تصمیمتر و بیش از حد مقایسه کننده از خودت. فکر میکنی تکنولوژی کار رو آسون کرده، ولی در واقع یک توهم از کارآمدی رو ساخته روی یک انبوه آشفتگی انسانی حل نشده. گزینه‌هات خیلی زیاد شدن، استانداردهات بالا رفتن و اعتماد به نفست سقوط کرده. این دیگه پیشرفت نیست، هرج و مرجه و تو اسمشو گذاشتی پیشرفت. این کتاب راهنمای بهتر کردن قرار ملاقات نیست، یه دفتر تخریب طرز فکر فعلیه. اگه آمادگی نداری که داستانهای خیالی رو بکشی کنار، بهتر ادامه پادکست رو هم گوش ندی. بخش بعدی، بار آزادی بیش از حد. حالا داری غرق میشی توی انتخاب‌ها، ولی نه به خاطر اینکه آزاد شده باشی، بلکه چون مسئولیت‌های زیادی به دوشت گذاشتن. جای تبریک داره، چون حالا تو مدیرعامل زندگی خودتی، ولی داری مثل یک کارآموز مست ادارش میکنی. اجداد انسان یه سری سناریوی از قبل نوشته شده داشتن. دین، جغرافیا، طبقه اجتماعی، همه چی محدود و ساده بوده، اما قابل کنترل. حالا تو، کارگردان، نویسنده، بازیگردان و بازیگر اصلی یک داستان عاشقانه‌ای که نه فیلم نامه داره، نه یه پایان درست حسابی. به همین خاطره که تا دیر وقت بیداری و توی اضطراب وجودی داری ورق میزنی. هی میگی من کیم؟ مثل یه کپشن اینستاگرام میمونی. آزادی زیاد اما راهنمایی کم باعث میشه از همون استقلالی که دنبالش بودی بترسی. فکر انتخاب شریک زندگی کمتر آزادی و بیشتر حس راه رفتن کورکورانه توی ترافیکه. این رمانتیک نیست،
یک اضطراب بالینیه. بخش بعد، سوایپ کردن یا همون بالا پایین کردن صفحات توی مثل اینستاگرام داره توانایی انتخابت رو میکشه. میگه گزینه ها نیست که ازت گرفته شده، بلکه فلج تصمیم گیری بهت داده شده. دانشمندان رفتاری به این میگن پارادوکس انتخاب، ولی اینجا کتاب میگه مرگ 1000 پیکسلی. تو میخوای مورد خواستن باشی، پسندیده بشی، ولی نه اینکه به چشم شیء دیده بشی. میخوای گزینه ها باشه اما قبلا تایید شده باشن. دنبال تازگی توی روابط هستی و انتظارم داری که هر تازگی عمقم داشته باشه. داری به خودت دروغ میگی اگه فکر میکنی این پرش از اپلیکیشن به اپلیکیشن دیگه، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک، مغزتو عادت داده که آدمها رو مثل لیست آهنگ ببینه. کاربر معمولی بیشتر از تعداد چهرهایی که پدر بزرگا و مادر بزرگاشون توی عمرشون دیدن داره سوایپ میکنه. نکته جالبیه. گذشتگان ما فکر کنید سر میزدن از این خونه به اون خونه، پیش همسایه ها میرفتن، پیش دوستاشون، کلی آدم میدیدن. اما الان تکنولوژی کار تو رو راحت کرده. یه گوشی میگیری دستت، سوایپ میکنی، تو اکسپلور اینستاگرام میچرخی. چیزی که شاید در یک روز میبینی شاید بیشتر از تصویر چهره آدمایی باشه که مادر بزرگت زمان خودش تو 1 سال میدیده. حالا مقایسه ها سخت‌تر میشه، انتخاب ها سخت‌تر میشه، چیزای جدید و بیشتری جلوی روته. ولی کتاب میپرسه تو اصلا دنبال چی میگردی که میخوای اسکرول کنی؟ خودت هم نمیدونی. این بازیه. تو سوایپ میکنی چون انتخاب کردن سخت‌تره. اشوه میای چون ساختن رابطه سخت‌تره. و تعجب میکنی چرا تنها تر از همیشه هستی و حس میکنی. این همه تنوع داره اشتهای تو رو کور میکنه. بخش بعدی میگه دنبال عشق هستین، اما مثل خریدن یه وسیله الکترونیکی دنبالش میگردین. میگه عشق رو مثل یک اسپیکر بلوتوسی در موردش تحقیق میکنین. دنبال یه شریک 5 ستاره با ضمانت مادام العمر هستین، اما همچین چیزی وجود نداره. پروفایل ها رو میگردی دنبال نشونه. میخوای با گوگل بفهمی که این همون آدمیه که باید باشه. خیال میکنی اطمینان یعنی امنیت. اما عشق مثل خرید از آمازون یا همین دیجیکالای خودمون نیست که همه نظرها رو بخونی و بعد بخوای خرید کنی. تو به درست بودن معتادی، نه به بودن در لحظه. وقتی بالاخره یه نفر رو پیدا میکنی که همه معیارها رو داره، میترسی، چون هیچ الگوریتمی نمیتونه این شیمی رابطه رو شبیه سازی کنه. حقیقت اینه که هرگز نمیتونی مطمئن باشی، ولی اعتیادت به اطمینان داره شانس ارتباطت رو نابود میکنه. داری صمیمیت واقعی رو با کمالگرایی خیالی معامله میکنی. بامزه است. هرچی بیشتر درباره عشق تحقیق میکنی، کمتر تجربهش میکنی. بخش بعدی میگه اینستاگرام داره قلبت رو گمراه میکنه. اینستاگرام مثل افیون برای توهمات عاشقانه است. شکست‌های خصوصی خودتو با موفقیت‌های فیلتر شده بقیه مقایسه میکنی و تعجب میکنی چرا احساس شکست داری. نمیدونی پشت هر عکس قربونت بشمی که دوست و رفیقت دوتایی با هم دیگه گذاشتن چقدر دعوا وجود داره. دعواهاشون رو تو اینستاگرام شیر نمیکنن، به تو از خوشیاشون میگن و تو خوشی اونها رو با بدیهای زندگی خودت مقایسه میکنی. اون دعواهایی که برای رفتن به یک سفر داشتن رو نمیبینی. اون سکوتهای سردی که بین همین چند تا عکسی که گرفتن داشتن رو نمیبینی. فقط هایلایت ها رو میبینی. این هایلایت ها دروغن. تو حتی نمیخوای چیزی که اونا دارن رو داشته باشی، بلکه چیزی رو میخوای که فکر میکنی اونا دارن حس میکنن، ولی در واقع اونا هم اضطراب، فشار و نیاز شدید
بهش نمایش و شوآف دارن. شبکه‌های اجتماعی فقط باعث ناامنی هم نمیشن. بهت باور میدن که انگار بقیه عاشقی رو راحت و زیبا و بی درد سر پیدا کردن. این میشه جنگ روانی. بخش بعدی، تو هرگز عشق واقعی رو از نزدیک ندیدی و این نشونش میده. برسیم به اصل ماجرا. میگه بیشتر شما هیچ وقتی رابطه سالم رو از نزدیک ندیدین. با نسل بچه زرنگا بزرگ شدین که زود ازدواج کردن، سریع طلاق گرفتن یا فقط به خاطر عادت کنار هم موندن. الگوهای رابطتون کسانی بودن که شوآف میکردن، کسانی بودن که شکست عشقی داشتن. نمیدونین صمیمیت روزمره یعنی چی، چون پشت درای بسته پنهان بوده یا اصلا وجود نداشته. پس خودتون رو مجبور میکنین حدس بزنین. فکر میکنین عشق یعنی شور، یعنی این که دلت برای یکی بره یا از نبودن یه نفر درگیر بشی. این یه دیدگاه کودکان است. عشق واقعی شبیه مدیریت مشکلات، حل اختلاف و تحمل بیخوابی‌های 4 صبح شریک زندگیته. باید همه چیزایی که ناخودآگاه یاد گرفتین رو پاک کنین و دوباره راه بندازین. چون بیشتر غریزه هاتون نرم افزارهای قدیمی هن که باید حذف و راه اندازی مجدد بشن. بخش بعد، زندگی عشقی تو یه الگوی شکست قابل پیش بینیه. تو بدشانسی نمیاری، قابل پیش بینی هستی. لوگان یوری یه چارچوب ساخته برای شکستات. 3 مدل شخصیتی اصلی داره: رمانتیک زده، بیش از حد انتخابگر و مردد. هر 3 نوع از یه بیماری‌ان. توقعات غیر واقعی. فکر میکنی آدم درست خودش میاد، یا با تحقیق زیاد کمال رو پیدا میکنی، یا وقتی 10 کیلو لاغرتر شدی و کمدتو مرتب کردی آماده میشی. اینها رفتارهای ثابتن که دارن تو رو تو چرخه روابط نیمه کاره و قرارهای بد نگه میدارن. و نه، تو نمیتونی فقط خودت درستش کنی، چون این نقاط کور ذاتش اینه که خودت نمیتونی ببینیشون. بیاین پس یکی یکی اینها رو باز کنیم. بریم سراغ رمانتیک بازها، خیال پردازی که داره خودت رو خراب میکنه. میگه رمانتیک بازا توی یه قصه مثل قصه شاه پریون زندگی میکنن. منتظر جرقه های عاشقانه‌ان، اون لحظه جادویی که انگار از فیلم های دیزنی اومده. فکر میکنن عشق باید یک مونتاژ خوشگل و هیجان انگیز باشه و وقتی فیلم تموم شد عشق هم تموم میشه. اما عشق واقعی از اون جایی شروع میشه که فیلم‌ها تموم میشن. خونه‌های شلوغ و به هم ریخته، سوء تفاهم‌ها و انتخاب کسی حتی وقتی جواب پیام‌هاش رو فراموش کرده. رمانتیک بازا دوست داشتن رو تجربه نمی‌کنن، فقط دارن توی آزمون جادو شرکت می‌کنن. وقتی هم جادو اتفاق نمیفته ناپدید میشن، فرار می‌کنن و به خودشون میگن این یکی نشد. نمیدونن اون یکی وجود نداره. اون جرقه‌ای که دنبالش هستن اغلب اضطرابه که لباس سرنوشت پوشیده. اگه دنبال عشق واقعی هستی، قصه های پریان رو کنار بذار و شروع کن به کار کردن. بریم سراغ کمالگراها. میگه کمالگرایی زندانیت کرده. کمالگرایی مثل یک مارپیچ اضطراب راه میره که کت و شلوار رسمی پوشیده. افراد کمالگرا هم دوستیابیشون مثل یک تحلیلگر وال استریته. هر گزینه روبروشون رو وزن میکنه، هر عیبی رو زیر ذره‌بین میذاره. همیشه این فکر اذیتش میکنه که شاید یه نفر بهتر باشه، چند درصد از این یکی بامزه تر، ورزیده تر یا بهتر توی صحبت کردن مثلا. اما این حساب کتاب درست در نمیاد، چون در تلاش برای کمال آخرش تویی که تنها میمونی. حتی وقتی یه نفر عالی پیدا میکنی مردد میشی، غرق تحلیل میشی که تو رو فلج میکنه، یه فلج تصمیمی. آدم کمالگرا نمیفهمه که تعهد باعث ارزش میشه، نه برعکس.
شریک کامل پیدا نمیشه، ساخته میشه. با زمان، اعتماد و تصمیم‌های کوچیک که هر روز تکرار میشن. کمالگرا از پشیمونی میترسه، ولی نمیدونه همین ترس داره اونو زندانی میکنه. بعدی مرددها هستن. بهشون میگه اگه مرددی رشد نمی‌کنی، داری قایم میشی. مرددها استاد به تعویق انداختنن که لباس کمالگرایی به تنشون کردن. میگن مثلا من آماده نیستم، باید رو خودم کار کنم. وقتی که آماده شدم و توی شرایط خوبی بودم شروع میکنم به دوست پیدا کردن. حقیقت اینه که فقط میترسه رد بشه، میترسه کافی نباشه. برای همین به تأخیر میندازه. اما این تأخیر براش زمان، تجربه و تمرین‌های عاطفی لازم برای رشد رو میکشه. منتظر موندن برای دوستیابی تا وقتی که کامل بشی مثل اینه که منتظر باشی تا خوش بشی و بعد بری شنا کنی. این اجتنابه که خودش رو به شکل بهتر شدن نشون میده. واقعیت اینه که با انجام دادن یاد میگیری. هرچی بیشتر منتظر بمونی، غریزهات کندتر میشن و وقتی فکر میکنی آماده ای، بازی عوض شده. بخش بعدی، انتظارات دلیل تنها موندنتن. کتاب میگه این 3 تیپی که الان تعریف کردیم یه چیز مشترک توشون هست: انتظارات. رمانتیک بازا خیلی از عشق انتظار دارن. کمالگراها از شریکشون، مرددا از خودشون. مشکل استانداردها نیستن، مشکل توهماته. داری باورهای قدیمی و داستانهای خیالی رو نگه میداری که دیگه به کارت نمیان. فکر میکنی عشق باید یه حس خاص داشته باشه، یه شکل خاص و سر یه زمان خاص اتفاق بیفته. این سختگیری داره شانسات رو میکشه، چون بهترین داستانهای عشق هیچ وقت اونطوری شروع نمیشن که تو انتظار داری و هیچ وقت شبیه بهترین عکسایی که تو پینترستت واسه خودت جدا کردی نیستن. پینترست یک نرم افزاریه که توش میتونید تصاویر دلخواهتون رو تو هر زمینه‌ای جدا کنید. یه جورایی از 2 کلمه پین و اینترست میاد. یعنی پین کردن یا نشون کردن اینترست ها، اون چیزایی که علاقه دارید. به خاطر همین میگه چیزهایی که میخوای، چیزهایی که هستن و تو انتظار داری هیچ وقت شبیه اون برد، اون صفحه پینترستت نیست، چیزهایی که تو از روی علاقه انتخاب کرده باشی. وقتی صدا و حجم خیال پردازی ها تو کم کنی، تازه صدای واقعیت رو میشنوی که داره در میزنه. میرسیم به نظریه دلبستگی. میخواد بگه راهنمای دوستیابیه. ببینیم این بخش چی میگه. میگه دفترچه راهنمای روانشناختی تو برای دوستیابی همین نظریه دلبستگیه. یه چیز کاربردی و دقیق. نویسنده اینطور معرفیش میکنه که مثل یه سلاح مخفیه. میگه بیشتر آدما شما دنبال چیزایی هستین که آینه زخمای کودکیتونه. کسانی که اضطرابی هستن دنبال کسانی میرن که ازشون دوری میکنن. کسانی که از بچگی پدر و مادرشون ازشون دوری کردن بیشتر جذب کسانی میشن و میخوان توجه کسانی رو به دست بیارن که ازشون توی بزرگسالی هم دوری میکنن. کسایی که دلبسته امن هستن رابطه میگیرن و میمونن. میگه اگه اضطرابی هستی، وقتی کسی دور میشه وحشت میکنی. اگه اهل دورجویی هستی، وقتی کسی زیادی نزدیکت میشه فرار میکنی. این یه برنامه‌ریزی ذهنیه، سرنوشتت نیست. فکر نکن سرنوشت اینطوریه که جذب اینطور آدما میشی. نه، ذهنت با چیزهایی که از قبل دوست داشتی و ازشون دوری کردی میره سراغ این آدما. و میگه خبر خوب اینه که میتونی با برنامه‌ریزی این رو تغییر بدی. به شرطی که از حالت خودکار ذهنی بیای بیرون و با آگاهی دوستاتو پیدا کنی. میریم سراغ چرخه اعتیادآور که شبیه عشقه. میگه چرخه اضطراب دوری یه نوع اعتیاده. یه نوع اعتیاد رمانتیکی. حس شدید چون شکسته.
میگه آدم اضطرابی دنبال روه، میره دنبال یه نفر. اونی که دوری کننده است هم داره فرار میکنه. اینا هر دو با واکنش‌های آسیب دیدگی همدیگه رو تحریک میکنن و دوباره آسیب میبینن، چون این دوتا انگار جذب همدیگه میشن. راه حل این نیست که اون کسی که دوری میکنه رو درست کنی یا اونی که اضطرابی رو آروم کنی. راه حل اینه که یه آدم دلبسته امن پیدا کنی یا خودت امن بشی. تنظیم خودش یه قدرته. یاد گرفتن آروم کردن سیستم عصبیت. رازش اینه که نصف شب نری 50 تا پیام بفرستی. یاد گرفتن نگه داشتن فضا بدون ناپدید شدن راز صمیمیته. یعنی اگه کسی میخواد بهت پیام بده تو آدم امنی باشی، ناپدید نشی. بخش بعدی، معماری به جای خیال بافی. حالا چی؟ میگه باید بسازی، نه که خیال بافی کنی، نه که سوایپ کنی، نه که منتظر بمونی. زندگی عشقیت رو مثل یه معمار بساز، با هدف و ساختار. هر فرض رو زیر سوال ببر، هر غریزه رو به چالش بکش و یه سیستمی بساز که به آیندت خدمت کنه، نه به خودخواهیت. عشق برق نیست، شبکه برقه. برنامه ریزی، نگهداری، بررسی و تعادل میخواد. اگه دنبال نتیجه متفاوتی، باید روند متفاوت داشته باشی. این کتاب یه جور نقشه راهه و بخشای بعدی که میخواد معرفی کنه یه جور ابزارن. میگه تو اینجا نیستی که انتخاب بشی، اینجایی که انتخاب بکنی. پس دست از انتظار بردار و برو آینده‌تو بساز. بخش بعدی میگه خوش اومدی به میدان جنگ رفتارها. تو الان دیگه بیرونی، دیگه حرفای آمادگی توی کتاب تموم شد، دوره‌های خوداندیشی هم تموم. خوش اومدی به میدان جنگ رفتاری دوستیابی مدرن، جایی که هر تصمیم برخوردی بین مغز اولیه و الگوریتمی که زمزمه میکنه هماهنگی و مناسبت یا تناسب توی رابطه مهمه. تو حالا همه داده ها رو داری، خودآگاهی داری، عکسای پروفایلت به دقت انتخاب شده، موهاتو درست کردی، داستانهات رو میدونی چیه، میدونی از گذشته توی چه چیزهایی آسیب خوردی. آماده قرار دوم. اما هنوز هیچ اتفاقی نمیفته. کسی که میگفت عاشق پیاده رویه ناپدید میشه. با کسی که همه معیارها رو داره قرار میذاری ولی خسته میشی. شاید مشکل از اونا نیست، مشکل کل سیستمه و حق با توه. بازار عاشقی دستکاری شده. ترجیحاتت تحریف شدن، دستکاری شدن و به صورت دروغ‌های جذاب بهت برگشت داده شده. بخش بعدی میگه تو هیچ ایده‌ای نداری واقعا چی میخوای. بزرگترین دروغی که هنوز بهش چسبیدی اینه که میدونی چی میخوای اما واقعا هم نمیدونی. تو فقط میدونی مغزت چی فکر میکنه میتونه خوشحالت کنه و معمولا هم تازه اشتباه میکنه. دنبال الگوهایی میدوی که بر اساس خیال پردازی ها باهاشون جور شدی. آدمهایی رو حذف میکنی به خاطر چیزای جزئی و بعد یه ساعت با یه نفر شوخ و باحال چت میکنی و یه حس کاذب تجربه میکنی که اتصال واقعی نیست، صرفاً برداشت خودته. مردم میگن دنبال مهربونی، شوخ طبعی و بلند پروازی هستن، اما وقتی دوتا پروفایل میبینن که یکیش یه نفر با شکم سیکس پک نشسته و یه نفر دیگه هم یه جا یک مدرک تحصیلی بزرگ از دانشگاه معتبر دارن، میره سراغ اون کسی که شکم سیکس پک داره. میگی دنبال ثبات هستی، اما معتاد چیز دیگه ای. فهرست خواسته هات اصلا یه دروغ بزرگه که توسط خودخواهیت ساخته شده. آدمی که باید باهاش به آخر برسی احتمالاً توی قالبی نیست که تو انتظار داری، ولی هیچ وقت بهش نمیرسی اگه قرار باشه با فیلترهای سخت اونو حذف کنی. بخش بعدی اپلیکیشن ها هستن، همین نرم افزارهای موبایلی که میگه دارن ازت سوء استفاده میکنن. میگه اپلیکیشن های دوستیابی دستگاه های قمار رفتاری هن. یه بخش بازاریابی هن که ضعف های شناختی تو رو بهره برداری میکنن و به شکل قدرت دادن به تو میفروشن.
اینکه پروفایل های مختلف رو چک میکنی، یه عالمه گزینه داری، یه دوپامین در تو ترشح میشه، اما وقتی جوابی ازشون نمیگیری اضطراب میگیری. سیستم پاداش متناوبی که باعث میشد دنبال شخص مناسب بگردی فروکش میکنه. دیگه این عشق نیست و نمیتونی عشق راحت پیدا کنی، چون تو شرطی شدی. این اپ‌ها طوری ساخته شدن که کمکت کنن کسی رو پیدا کنی و حذفش کنی، در صورتی که زندگی واقعی نیست. قرار نیست هر روز یکی رو پیدا کنی و حذف کنی. قراره با یکی زندگی رو بسازی. این اپ‌ها اتفاقاً سودشون از این نیست که تو توی رابطه بری. سودشون اینه که تو تنها باشی. برای همین معیارهای سطحی رو بزرگ میکنن. قد، شغل، شهر، شکم ششتیکه، گربه ها، خیال پردازی های کمالگراها و توهمات رمانتیک بازار رو تغذیه میکنن و از همه بدتر صمیمیت رو تبدیل میکنن به یک معامله تجاری. دیگه دنبال دوست نمیگردی. اصلا این اپ برای دوستیابی دیگه نیست. یه جور اپ خریده. دنبال کسی نیستی که دوستش داشته باشی. دنبال کسی هستی که دلیلی بهت نده که سوایپ نکنی. بخش بعدی. داری عرضه میکنی، نه اینکه ارتباط برقرار کنی. رابطه سازی رو تبدیل کردی به مصاحبه کاری. به آخرین قرار اولت فکر کن. سوالا، حالتا، شوخیای اجباری. دیگه اشوه بازی نمی کنی، داری پرزنت میکنی. هر دو یه نیم نگاهی به سوالایی دارین که باید بپرسین. عین مصاحبه کاری. بعدم میری سراغ نفر بعدی. انگار توی دوره گزینش کاری. سوال میپرسی آیا این شخص آدم پایداریه؟ بلند پروازه؟ از لحاظ عاطفی در دسترسه؟ الان دیگه ترس از هدر دادن وقت اومده. ترس از دست دادن فرصت. ترس از این که خیلی نزدیک باشن. ترس از اینه که کسی نتونه تو رو راضی کنه. برای همین دیگه این قرارهای ساختن آینده نیست. قرارهایی که امشبم بگذره است. اما اتصال، ساخت آینده با اینجور چیزای یک شبه ساخته نمیشه. به یک پایداری نیازه. حتی کاری که داری میکنی دیگه دوستیابی نیست. انگار یه نفر رو واسه شرکتت میخوای استخدام کنی، اونم تازه واسه شغلی که وجود نداره. هر پروفایلی که سوایپ میکنی یه توهمه. داری دنبال عشق میگردی، عاشق کسی نمیشی. داری عاشق ایده ای از اون شخص و شکافهایی که ذهنت پرشون کرده میشی. این چرخ بازخورد خیال پردازیه. یه پسر خندون با سگ میبینی، فرض میکنی آدم احساسیه، از لحاظ مالی پایداره. یه دختر با کفش کوهنوردی میبینی، فکر میکنی واو عجب آدمیه، میتونم باش برم سفر، تفریح، زن زندگیه. فقط ظاهر رو میبینی. تقصیر اونا نیست، تقصیر خودته. داری از 2 عکس و یه جمله که توی بایوشون نوشتن یه داستان 3 فصلی مینویسی. پروفایل های اپلیکیشن دوستیابی تست های شوک دیجیتالن و تو دائم نیازهای نرسیدت رو روی غریبه های پیکسلی پروژه میکنی. بخش بعدی میگه فیلترات دارن آیندت رو مسدود میکنن. فیلترها قاتلان بزرگ احتمال عاشقانن. میگی فلانی سیگاری نباشه، قدش بالای 1.80 باشه، سگ دوست داشته باشه، مذهبی نباشه، کمتر از 10 کیلومتر با من فاصله داشته باشه. این فیلترها رو دقیقاً شما میتونید توی جایی مثل دیجیکالا پیدا کنین که قیمت این محصول زیر این قیمت باشه، از فلان برند باشه، اینطوری باشه، اونطوری باشه. شما با این کارا در واقع دارین تعصباتتون رو تقویت میکنین و سورپرایز ها رو محدود میکنین. فکر میکنین روش کارآمدیه، اما در اصل دارین کوتاه‌بین میشین. زنی که شاید 30 کیلومتر اونورتر زندگی میکنه، احتمالاً همون کسی باشه که تنهایی تو میشکنه، میتونه با تو آینده تو بسازه، ولی تو قبلا ردش کردی.
چون فیلترات رو خیلی بسته نگه داشتی. فکر کردی این فیلترها تو رو از آدمای بد دور نگه می‌دارن، اما در اصل این فیلترها تو رو از تغییر دور نگه داشتن. عشق توی چارچوب که نمیاد، از کنارت وقتی انتظارشو نداری میزنه بیرون. اما تو پروفایلتو اونقدر دقیق ساختی که اون عشق اتفاقی رو فیلتر میکنه، هیچ وقت نمیبینیش. بخش بعدی میگه پارادوکس انتخاب داره مغزتو آب میکنه. تو داری واکنش نشون میدی، انتخاب نمیکنی. وقتی مغزت با گزینه‌های زیاد روبرو میشه، خسته میشه. بری شوارتز اسمش رو گذاشته پارادوکس انتخاب. ولی در مورد پشیمونی نیست، درباره خستگی تصمیم گیریه. خسته میشی، استانداردها رو پایین میاری یا اونقدر بالا میبری که بهانه میاری. بهانه برای دوری از تصمیم گیری. پس با یه آدمایی قرار میذاری که براشون اهمیتی نمیدی یا همه رو صرفاً به خاطر اصل قضیه رد میکنی. بعد تقصیر رو میندازی گردن اپ‌ها یا شهر یا نسل یا هر چی. ولی مشکل از سیستم عصبی خودته که دچار اتصال کوتاه میشه. تو برای این ساخته نشدی که قبل صبحونه 300 تا صورت رو توی اینستاگرام سوایپ کنی. داری دنبال معنا توی یک اسکرول بی پایان توی اینستاگرام میگردی. پس تعجب نکن که داری داغون میشی. مثل اینه که بری توی کازینو عاشق بشی. یعنی اینطوری داری با زندگیت رفتار میکنی. حالا بخش بعدی میگه چطور مثل یه دانشمند سوایپ کنی. میگه میتونی از این سیستم باهوش‌تر باشی اگه دست از دوستیابی احساسی برداری و مثل یه دانشمند دوستیابی کنی. میگه از اپ‌ها استفاده بکن ولی اجازه نده ازت سوء استفاده کنن. فیلتراتو باز کن، ترجیحاتتو به چالش بکش، به شایدها آره بگو. زمان سوایپ کردنتو محدود کن، با 1-2 نفر برو بیرون، دنبال بهینه‌سازی نباش، آزمایش کن، با آدم‌ها معاشرت کن، با آدمایی که کمی از نوع معمولت، انتخاب‌های معمولت خارج ترن. بعد از قرارها احساساتتو بررسی کن. صبح روز بعد در موردش فکر کن. چرخه بازخورد خودتو بساز، نه اونی که برای تو ساخته شده. هر سوایپ کردن، هر چهره جدید تو اینستاگرام یه درسه. هر گفتگو یه فرضی است، ولی برای این کار باید کنجکاو بمونی، بدبین نباشی، دلزده نشی. البته تا اینجا توی کتاب بیشتر روی اپ‌های دوستیابی داشته تاکید می‌کرده، ولی شما میتونید به کل جامعه اینو تعمیم بدید. توی محیط کار، توی کلاس درس، توی دانشگاه، هر جا. حتما منظور این کتاب اگرچه اپلیکیشن های دوستیابی بوده، اما واقعا میشه این رو در هر جایی استفاده کرد. شما انگار اسکرول کردن توی اینستاگرام رو میتونید به دیدن چهره های جدید توی محیط کار یا درسیتون نگرش کنید. و از همین جاست که کتاب این نکته رو میخواد گوشزد کنه. به خاطر همین میگه بهترین اپ دوستیابی جمع دوستان و آشنایانه. میگه میخوای یه جور دیگه آدم مناسب تر پیدا کنی، از آدمایی که دور و برتن استفاده کن. دوست، خانواده، همکار، حتی خاله دایی دوست دختر سابقت رو مثال میزنه. انسان‌ها همیشه بهترین الگوریتمای دوستیابی بودن، چون حالت یا اون وایب تو، گذشتت و سلیقت رو میشناسن. اما چون یا نمیپرسی یا خجالت میکشی که بپرسی، کمکت نمیکنن. خجالت نکش، برو به یکی که میشناسی بگو دنبال یه نفر خوب و مهربون و جالب و عاطفی هستم. کسی رو میشناسی؟ معیارهات رو بر اساس شخصیتت بگو، نه ظاهر. نذار یه جوری فکر کنن که کسی اصلا نزدیکت نشه. بهترین قرارها طبق گفته کتاب از رفاقت‌های ضعیف میان، نه بهترین دوستات. مثلا هم اتاقی همکار بهترین دوستت. میگه اونجا جادوی واقعیه، فقط کافیه بگردی. بخش بعدی اینه که چطور بدون ایموجی اشوه بیای. میگه بله، اشوه بازی هنوز نمرده، فقط منتقل شده به هدایا و ایموجیا. اما هنر واقعی اشوه اون لبخند گوشه لب، مکس، خم شدن کمی به جلو، نگاه طولانی کمی بیش از حد، اینطور چیزا هنوز زنده است.
موضوع حضور داشتن توی لحظه است. مسئله اینه که قبلاً اپ‌هایی وجود نداشت، چیزی نبود با هم چت کنن. همه بیرون همدیگر رو می‌دیدن و این اشوه ها رو تو صورتشون می‌اومدن. ولی حالا که دیگه بیشتر وقتا دارین چت می‌کنین، این اشوه ها رو مجبورین با ایموجی بیاین. دیگه لازم نیست خیلی صادقانه و صاف و ساده حرکت کنی یا چت کنی. واقعی باش، تعریف کن. از کتابی که دستشه بپرس. در مورد نوشیدنی که خورده و دوست داره بپرس. 2 ایموجی جالب بذار. میگه بدون اینکه حرف بزنی هم میتونی ببری. تمرین کن. زندگی رو با اشوه بیا. تو بخش بعدی میگه دست از پیام دادن بردار. دعوت کن. میگه فرض کنیم آشنا شدین. حالا یا آنلاین یا حضوری. حرف زدین و کلی هم کلیک کردین و پروفایل همو چک کردین. اینجا اکثر آدما خودشون خراب میکنن. انتقال از ارتباط دیجیتالی به قرار واقعی رو خراب میکنن. زیاد منتظر موندن و زیاد فکر کردن و این چیزا خراب میکنه. 2 هفته فقط پیام میدن مثل نامه‌نگارا تا بالاخره یه پیشنهاد قهوه میدن که دیگه اون موقع اون حسه از بین رفته. میگه ساده نگه دار. 3-4 تا پیام خوب رد و بدل کن، دعوتش کن. خیال پردازی نکن. اسیر چیزی به نام اثر مونا نشو. برو سر قرار. چون اونجا داده هاست. اونجا میتونی اتصال رو برقرار کنی. بخش بعدی میگه رابطه های واقعی جایی شروع میشن که کار شروع میشه. اگه تونستی از جنگل سوایپ ها رد شو یه چیزی که شبیه رابطه واقعی باشه پیدا کنی، تبریک میگم. حالا میرسیم به کار واقعی. اینکه وقتی چیزی رو که دنبالش بودی به دست آوردی، ذهنتو از دست ندی. عشق مقصد نیست، بلیت وروده. پیش پرداخت برای یک وام طولانی مدته که تازه توش پر از آسیب پذیری و سازش و تغییر داخلیه. میگه بیشتر شما عاشقا شکست نمیخورین چون نمیتونین عشق رو پیدا کنین. شکست میخورین چون بلد نیستین چطوری تو عشق بمونین بدون اینکه همه چی رو خراب کنین. کار وقتی شروع میشه که کسی تو رو انتخاب میکنه. حالا وقتی که انتخاب شدی و انتخاب کردی و با همین ذهنت شروع میکنه دنبال در خروج یا راه فرار گشتن. این راحتیه تبدیل میشه به ترس. صمیمیت تبدیل میشه به برملا شدن. و تو یا با این استحکاک رابطه کنار میای یا شروع میکنی به خیال پردازی درباره اسکرول کردنهای جدیدت توی اینستاگرام. خبر بد اینه که اون بیرون خبری نیست. اسکرول کردنی وجود نداره دیگه. فقط گرد و خاکه. بخش بعدی میگه چرا وقتی اوضاع جدی میشه فرار میکنی؟ میگه دلیل این که خودت رو وقتی چیز خوب پیش میاد خراب میکنی اینه که به همون یاد دادن دنبال هیجان باشیم نرید. وقتی اوضاع با کسی جدی میشه، وقتی کسی تو رو میفهمه بهت حس امنیت میده، تو دیگه اون هیجان رو حس نمی کنی. تو انگار که دیگه ذهنت دنبال هیجان‌های عجیب و غریب میره، هیجان‌های اول رابطه. و وقتی از اول رابطه گذر کردی و طرفت هم آدم ایمنیه، تو یک آرامشی رو تجربه میکنی که ذهنت اصلا سابقه‌شو نداشته. نمیتونی نرم باشی. یه جور خفگی بهت دست میده. انگار دنبال عاشقی بدون مسئولیتی، آتیشبازی بدون هیزم. از این رابطه سعی میکنی فرار کنی، چون فکر میکنی اون بیرون بقیه میتونن دوباره به توجه کنن و این هیجان رو حس کنی. ولی امنیت این نیست. میل به دور شدن در تو جدی میشه، چرا که مربوط به سیستم عصبی توئه که داره به هم میریزه. چون عشق رو همیشه هیجان دیدی، هوس دیدی، نه ثبات. تو البته که از تعهد نمی ترسی، از کسی که باید باشی تا بتونی این تعهد رو حفظ کنی می ترسی. بخش بعدی میگه تعریف کردن رابطه.
چیزیه که به نظر ترسناک میرسه اما یه راهکاره. تو کتاب میخواد در مورد لحظه وحشتناک تعریف کردن رابطه حرف بزنه. میگه خیلی‌ها فکر میکنن این لحظه مثل یه امتحان نهایی یا لحظه حقیقته که دیگه باید بگی این رابطه کجاست و چی میخوای ازش. اما اینطور نیست، این یه ابزاره. اما مردم ازش درست استفاده نمیکنن. دوست دارن توی روابط مبهم بچرخن، از مسئولیت شونه خالی کنن و منتظر یه نشونن که فقط وقت رو بگذرونن و به این نرسن که بفهمن واقعا دارن چی کار میکنن توی این رابطه. دنبال ابهامن چون مسئولیت توش نیست. منتظر میمونن که طرف مقابل خودش مطرح کنه که توی این رابطه چی میخواد. چون فکر میکنین اگه شما اول بپرسین نیازمند به نظر میرسین. اما اینطور نیست. اگه همون اول تعیین کنی که این رابطه چیه و ازش چی میخوای، در اصل داری مرزهاتو مشخص میکنی و با قصد و هدف حرکت میکنی. اگه دنبال امنیت عاطفی هستی، از کلمات استفاده کن. میخوای بدونی رابطت کجا قراره بره. اینو دست زمان نسپر. اول تعیین کن. آدم درست فرار نمیکنه. خوشحال میشه که همون اول بیای رابطه رو بخوای ازش تعریف کنه. بخش بعدی میگه آیا داری وارد رابطه میشی یا سر میخوری؟ میگه اینجا داستان تاریک میشه. سر خوردن در مقابل تصمیم گرفتن. یکی از خطرناکترین مفاهیم روابط مدرن. سر خوردن یعنی بدون اینکه انتخاب کنی وارد مراحل زندگی بشی. یه شب پیشش میمونی. بعد مسواک میزنی و لباساتو تنت میکنی و میری. قبل از اینکه اصلا تصمیم بگیرین تو رابطه کجایین. یه جورایی مثل زوج رفتار میکنین. وقتی هنوز خودتون نمیدونین چی میخواین، انگار وارد زندگی مشترک شدین. این دام بزرگه. فکر میکنین دارین پیشرفت میکنین که اینقدر با هم صمیمین، اما اصلا تا حالا در مورد معنای این رابطه با هم حرف نزدین. این دیگه اسمش پیشرفت نیست. این تصمیم رابطه نیست. این کار جوابگو نیست و قطعاً به زودی باعث میشه که شما شکست بخورین. بخش بعدی میگه زندگی مشترک نمیتونه نجاتت بده. میگه زندگی با هم، اینکه با هم برید زندگی کنید بدون ازدواج، این رو مطرح میکنه که این نسخه آزمایشی ازدواج نیست. یه جور ادغام عاطفیه. و خیلی‌ها که این کارو میان انجام میدن و با هم قبل از ازدواج میرن یه مدت زندگی میکنن بدون تحرک، یکی از کارهای غلط رو دارن میکنن. زندگی مشترک بدون تعهد همه چیزو بزرگتر میکنه. ارتباط، اعتماد، سازگاری رو افزایش نمیده، بلکه ترک‌ها رو بلندتر میکنه. میفهمین چطور خرج زندگی رو در بیارین، کی چقدر خرج کنه، چطور دعوا میکنین، چطور یه مایتابه رو کی تمیز کنه و چطور غذا بپزین، این کار کیه، اون کار کیه. اینا جرأتای بی اهمیتی نیستن، نمیخواد از اینها بگذره. ولی میگه چیزی که تعهد درستی توش نباشه راه میان بر نیست. بخش بعدی، ازدواج از سر عادت مثل کابوس میمونه. کابوس اینجاست که درصد بزرگی از مردم سر خوردن به سمت ازدواج رو دارن، نه انتخاب آگاهانه. مثلا وقتی میبینن دوستاشون دارن ازدواج میکنن، مادر اون پسری که دارن باهاش آشنا میشن براش حلقه نامزدی فرستاده، قرارداد اجارش داره تموم میشه، از شغلش اومده بیرون تحت فشاره و میگه پس بذار ازدواج کنم. اینها مشکلاتیه که دوست نداری باهاش روبرو بشی، اما در لحظه فکر میکنی انتخاب آگاهانه است. اینجا تو ازدواج نکردی، جذب اینرسی شدی. ازدواج تعهد نهایی نیست. هر روز انتخاب کردن یک نفر تعهد نهاییته. و اگه نتونی این کارو الان بکنی، حلقه چیزی رو درست نمیکنه. بخش بعدی میگه تو گیر نیفتادی، فقط میترسی. چرا تو روابطی میمونی که داره کم کم شادیت رو میکشه؟ چون ترس از ناشناخته ها بدتر از ناراحتیه. زمان، خاطرات و وابستگی های آسیبزا
اینا چیزیه که تو راهت توی این رابطه گذاشتی. به خودت میگی بذار حالا یک دوره دیگه صبر کنم، بعدش عروسی میکنم، بعد میرم تعطیلات و بعدم دیگه بچه میاد و زندگی شروع میشه. ولی در اصل جدایی شروع میشه. جدایی ماه‌ها قبل از اینکه حرفشو بزنی میاد. وقتی مبارزه برای زندگی رو متوقف میکنی، وقتی دیگه از یارت سوال نمیپرسی، اینجا دیگه خیال رفتن داری تا دوست داشتن. اما یه کوتاه توقف میکنی چون نمیخوای اون آدم بده تو باشی. پس به شکل احساسی ناپدید میشی و فیزیکی هستی. شاید به دنبال اینی که اگه احساستو تو رابطه نذاری، طرف مقابل خودش بیاد و بگه من میخوام برم. بخش بعدی، چطور بدون اینکه همه چیزو خراب کنی جدا بشی. جدایی‌ها باید تمیز باشن، نه فاجعه. به یه برنامه ریزی نیاز داری برای عزت نفس. مهمترینش اینه که صادق باشی. تو نمیخوای کسی رو بشکنی، میخوای آزادش کنی چون دیگه بهش حس نداری. پس کتاب میگه حضوری انجامش بده، مگر اینکه در اون حضور یک حس ناامنی باشه. بعد میگه اون پیغام‌های پشت سر هم و دلتنگی‌های نیمه شبت رو آروم آروم حذف کن. انتظار یه دوره مثل ترک اعتیاد رو داشته باش، چون عشق یه جور فرایند شیمیایی مثل اعتیاد میاره. بعد از جدایی مغز دچار اضطراب میشه. پنجم این که پایان رو رسمی کن. بنویس، بسوزون، گریه کن، هر کاری لازمه انجام بده، چون پایان گرفتن و پایان کردن یک رابطه چیزی نیست که به این راحتی ها از تو بگذره. بخش بعدی، بعد از تموم شدن رابطه. بعد از تموم شدن رابطه یه جور یادآوری بدون درد میاره. میگه بیشتر شما آدما با امیدهای کاذب روند بهبود حالتون رو خراب میکنین. هی میرین استوری طرف رو چک میکنین، عکسای قدیمیشو مرور میکنین، پیاماشو میخونین. انگار کد نویسی کرده و شما باید بدید رمزگشاییش کنید. در اصل این مغزتونه که تشنه دوپامینه. جدایی سخته چون هویتتو میشکنه. پس بازسازی کن خودتو. نه یک باره و نرو بلافاصله سراغ یکی دیگه. یاد بگیر دوباره کامل باشی. میگه وقتی میخوای نامزد چی، حقیقت اینه که هیچ کسی اینو بهت صریح نمیگه که هیچ وقت 100% مطمئن نیستی که این ازدواج، این آینده خوبه یا نه، و اشکالی هم نداره. اطمینان پیش نیاز تعهد نیست. تعهد ایجاد اطمینان میکنه. فکر میکنی مردم وقتی جواب مثبت میدن دیگه سوال نمیکنن؟ نه، فقط آمادن چیزی بسازن که سوالاشون رو تحمل کنه. هنوز شک داری، هنوز تعجب میکنی. این انسان بودنتو نشون میده. انسان ذاتاً همینه. اما اگه پایه‌های این رفاقت و دوستی رو قوی ساخته باشی، ارزش‌هات همسو میشه. دیگه لازم نیست دنبال نشونه باشی، باید انتخاب کنی. بخش بعدی میگه با یک نفر ازدواج نکن، با یک الگو ازدواج کن. بزرگترین پیش بینی کننده پشیمونی ازدواج نه سن، نه پول، نه بچه است، بلکه اینه که آیا با الگوی درستی ازدواج کردی یا نه. نه فقط با یه آدم. الگو یعنی تو میخوای با کسی باشی که با تو رشد کنه، نه کسی که قفلت کنه. آیا با هم به تکامل میرسید، رشد میکنین، یا فقط کنار هم زنده این؟ نمیتونین پیش بینی کنین که 5 سال آینده چی میشه، اما میتونین کسی رو انتخاب کنین که انعطاف پذیر باشه و فروتنی داشته باشه تا با شما رشد کنه. ازدواج یک نقش ثابت نیست، یک شراکت پویاییه. اگه بهش مثل یک خط پایان نگاه کنی میبازی. اگه مثل یک هنر نگاه کنی شاید چیزی بسازی که ارزش موندن داشته باشه. بخش بعدی، عشق بلند مدت ساخته میشه، حس نمیشه. عشق در بلند مدت یه ریتمه. خندیدن موقع انجام کارهای خونه، پرسیدن سوالایی که فکر میکنی جوابشونو میدونی. عشق درام نیست، روزمرگیه.
اگه صبر کنی تا حال خوب بیاد 6 ماه دیگه فقط هم اتاقی هستین. پس توی رابطه حرف بزن. عشق ساخته میشه، به وجود نمیاد. اگه حرف نزنی، اگه سازش نداشته باشی، اگه رو راست نباشی، نمیتونی شریک واقعی رو کنار خودت نگه داری. بخش بعدی، انعطاف پذیری راز موفقیته. میگه سازگاری راز رابطه است. مهارت واقعی تو روابط پیدا کردن کسی نیست که تو رو بفهمه، بلکه ساختن با کسیه که حاضر باشه با تو تغییر کنه. یعنی به روز رسانی توافقا، مذاکره مجدد نیازها، حمایت از هم تو تغییرات. اگه انتظار داری شریکت ثابت بمونه و زندگی نسخه های جدیدی از تو رو بیاره، داری خواب میبینی. قوی ترین زوجها انعطاف پذیرترین هستن. خم میشن، نمیشکنن. رشد میکنن، قطع نمیشن. عشق یعنی نه اینکه کسی جمله هاتو تموم کنه، بلکه کسی که وقتی داری فیلم نامه زندگی تو بازنویسی میکنی گوش بده. بخش بعدی، قبل از اینکه دیر بشه یه بررسی تو رابطت انجام بده. هر زوجی با یه بررسی دوره‌ای نیاز داره، به صورت منظم. این بررسی رو باید همیشه انجام بدی، نه که وقتی داره اوضاع خراب میشه تازه بیای بررسی کنی. چک کردن رابطه درمان نیست، یه جور بهداشته. باید با خودت این سوالا رو بپرسی. آیا هنوز با شریکم همراستا هستیم؟ هنوز مهربونیم؟ هنوز کنجکاویم؟ چی تو رابطمون کار میکنه؟ چی نه؟ سعی کن اینها رو مرور کنی. سعی کنین با هم اینها رو حل کنین. برنامه ریزی کنین. برای زندگیتون احترام قائل شین. منتظر نباشین تا نفرت انقدر زیاد بشه که نتونین اصلا حلش کنین. اصلاح مسیر در زود هنگام باعث صمیمیت بیشتر میشه. بخش آخر، تعهد تصمیمیه که باید مرتب بگیری. میگه تعهد یک جهش نیست، یه تمرینه. همیشه عاشق نیستی. بعضی روزا یه زمزمه است، بعضی روزا یه مراسمه، بعضی روزا یه جنگه. تصمیم میگیری به جای فرار بمونی. عشق خودش اتوماتیک کار نمیکنه. تضمین شده نیست. جادو نیست. تصمیمیه که وقتی همه چی ناخوشاینده، غیر رمانتیکه و سخته میگیری. و جسورانه ترین کاری که میتونی بکنی اینه که همچنان انتخابش کنی. این بود خلاصه کتاب چطور تنها نمونی، نوشته ی لوگان یوری. نکات زیادی داشت، حرفای زیادی داشت. امیدوارم این پادکست براتون مفید بوده باشه. میتونید توی کامنت ها از روابطتون، از چیزهایی که میخواین بسازین، از چیزهایی که ساختین، از انتظاراتتون، از چیزی که فکر میکنین به بقیه میتونه کمک کنه توی کامنت ها بنویسین. یادتون باشه اینجا توهم آگاهیه. میفهمیم واقعیت ساخته ذهن ماست.